بعضی ها میگویند که نماز نشسته قبول نمی شود. با احترام خواهر شما که همیشه دعاگوی شما می باشد، شکر خدا میگویم که تنی رنجور دارم و دعا کنید که خداوند شفای کامل و عاجل این خواهر اسلامی شما را نصیب گرداند. خداوند این خواهر ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند. و این سوالی که کردن ما چندین بارها گفتیم که کدام زنی که نماز نشسته خوان وای نماز نیست. چی سن و سال پیرانسالی داشته باشد، چی جوان باشد، باید نماز راستا خوانده شود. این کدام انسان در بین این مردم مسلمان این عمل سیئه را، این عمل خیلی زشت در بین مردم ما اعلان کرد، وای کی باشد؟ وای به حالش که نماز برای زن و مرد فرق ندارد، باید نماز راستا خوانده شود. کدام مادرهای شما، خواهر و زنهای شما اگر نماز نشسته خوانند به آنها خبر دهید که وای ترک فرض میکند. نماز راستا خواندن فرض است. اگر در نماز ما و شما یک فرض ترک شود، نماز ما و شما باطل بشود. باید خواهر و مادرهای ما و شما این صداهای ما را شنوند. اینا سخن خدا و پیغمبر است که نماز باید راستا خوانده شود. بود یک زمانی که حتی مادرهای ما و شما پاچه هاشون را به در میکردند و بالای جای نماز نشسته نماز میخواندند. باور کنید این کدام دشمن اسلام در بین این مردم ما اعلان کرده است. این ممکن نیست. زن عذر دارد باید نشسته نماز خواند. اینا کی میگوید؟ اگر مردم عذرناک باشد وای باید نشسته خواند. اگر عذر چی در مرد باشد، چی در جوان باشد، چی در زنها باشد فرقی ندارد. عذر برای همه عذر است. قوت راستا نماز خواندن نداره، نشسته نماز خوانید. نشسته نمیتوانید، دراز کشیده نماز خوانید. یکی نشستن تماما در یگان خبرها آمدگی نیست که باید نماز نشسته خواند. السلام علیکم استاد حاجی میرزا، خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه حمدانی کلخاز مراد رحیموف، ما در مسجد محله همان نماز تراویح میخوانیم. بعد ختم تراویح سلام دادن نماز مردم خسته میروند. شما درباره اینها چی گفتنی دارید؟ دوم، در کلخاز ما یک مسجد است. یکم سوال چه جواب میگردانیم. یعنی کسانی که ما نماز خواندیم تمام کردیم، یعنی بعد نماز باید که ما و شما ایستاده دعا کنیم، باید از پروردگارمان دعا طلب کنیم، زیرا الدعا هو العباده است. الدعا مخ العباده است. دعا خودش عبادت، دعا خودش مغز عبادت است. همون دستایی که شما میبردارین و از پروردگارتان زاره و تولا میکنید، وای هم در نزد پروردگار نماز نویسانده میشود، وای هم در نزد پروردگارتان عبادت نویسانده میشود. باید که بعد نماز ما و شما نشسته دعا کنیم که خداوند این عبادتی که ما داریم وای قبول بگرداند. باید که ما و شما دعا کنیم. اگر مبادایی که کسی ضرورت دارد، برای ضرورت اجازت است که وای مسجد ترک کند یا بین همون صفها را ترک کند، از پی کار شود. برای ضرورت میلش، لیکن بی ضرورت خستنی شما ده شما ترک سنت میکنید. باید که نشینین همراه پیشواتون دعا کنید تا که خداوند دعای شما را قبول کند. یک فضیلت نماز با جماعت انا همین است که در بین ما کسی نمیداند. گفتی شاعر کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. در این بحر نمیداند کی قدر دارد، ملا امام با قدر است در نزد پروردگار یا که یک آدم عادی ترین نماز خوان. کی با قدر است کسی نمیداند.